Hello again. How are you? Are you okay? I hope so. درود بر شما. امیدوارم کارتون خوب باشه. افشار والا هستم و در خدمتتون هستم با آموزش زبان انگلیسی از پایه و درس ششم. Unit 6. What's the time? ساعت چنده؟ What's the time? خب چه لغاتی داریم امشب؟ چه عباراتی داریم؟ What's the time? یا What time is it? یا Have you got the time? یا What time do you make it? ساعت چنده؟ It's 10 o'clock. ساعت 10 دقیقه. وقتی میخواید بچه ساعت دقیق رو بگید 10 o'clock. 10 o'clock. It's 10 o'clock. یا on Monday. روز دوشنبه. در ضمن ایام هفته رو با on بگید. On Monday. On Tuesday. On Thursday. On Saturday. به همین راحتی. خب دیگه چه کلماتی داریم؟ To arrive رسیدن. At 10 o'clock ساعت 10. To close بستن. Closed بسته شده. یه نکته خیلی جالب بگم، اگه همین کلمه رو شما با سه تلفظ کنید، یعنی بگید close، معنیش میشه نزدیک شدن. اگه با ز تلفظ کنید مثلا close یعنی بستن. day روز. every حرف. for برای Friday جمعه. girl دختر. half نصف. hour ساعت. to leave ترک کردن. to leave for ترک کردن به یک مقصدی به یک جایی، مثلا minute دقیقه. monday دوشنبه. next بعدی. now الان. past گذشته. quarter یا quarter ربع. saturday شنبه. shop assistant دستیار فروش. station ایستگاه. sunday یک شنبه. Thursday پنجشنبه. time زمان. train قطار. لازم اون تو یعنی مثلا میخواد بگید to مثلا a quarter to 12 یک رو به 12 از اون میتونید استفاده کنید. train قطار. حالا داریم بهش میرسیم تو مکالمات. Tuesday سه‌شنبه. Wednesday چهارشنبه. week هفته. و when هم به معنی یک کی هستش. خب بریم مکالمه رو داشته باشیم. مکالمه بین فرانسیس و پلیسمن. فرانسیس و پلیس. خب فرانسیس میگه Can you help me? پلیس میگه که Yes sir. What's the time? ساعت چنده؟ It's 10 o'clock. 10 دقیق. ساعت 10. 10 o'clock? 10؟ Yes, it's 10 o'clock. بله 10. حالا همینو بدون هیچ ترجمه بریم دوستان. Can you help me? Yes sir. What's the time? It's 10 o'clock. 10 o'clock? Yes, it's 10 o'clock. That's it. همین رو سعی کنید تکرارش کنید. خب بریم اعداد رو داشته باشیم. 21 تا 30 رو امروز قرار یاد بگیریم. 21 اینو تلفظش رو امریکنش یا آمریکایی میگن 20. بریتیشش 20. 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 و 30 به همین راحتی. خب حالا بدون ترجمه. 21 22 23 24 تکرار کنید. 25 26 27 28 29 30. بریم ببینیم دیگه چی داریم. What's the time؟ انواع ساعت گفتن ها رو داریم. It's 5 o'clock. 5 ساعت 5 دقیق. It's quarter past 5 یه رو گذشته از 5. It's 5:15 5 و 15 دقیقه. It's half past 5 نیم ساعت گذشته از 5. It's 5:30
دقیقه. It's 5:45. یک رو به 6. It's 5:45. 5:45 دقیقه. حالا بدون ترجمه بریم. It's 5 o'clock. It's 5:15. It's 5:15. It's 5:30. It's 5:30. It's 5:45. It's 5:45. خب بریم ببینیم دیگه چه چیزایی رو قرار یاد بگیریم. دوباره اعداد 20 تا 100 و حالا این دفعه یاد بگیریم. 20 20. 50 50. 80 80. 30 30. 40 40. 60 60. 70 70. 90 90 و 100 یا 100. حالا بدون بیش ترجمه ای. 20 شما بگید. 30 با تلفظ صحیح عین من. 40 50 60 70 70 هم میگن. 80 90 100 یا 100. That's it. بریم تو مکالمه. خانم میگه این مکالمه بین خانم هست و یه دستیار فروشنده. Are you open؟ شما بازید؟ No, we are closed. خیر ما بسته ایم. دقت کردید با ز تلفظ شد. یعنی چی؟ معنیش یعنی بستن. Sorry, we close at 5:30 on Monday, Tuesday, Thursday and Friday. And we're closed on Sunday. We open at 9:15 every day. گفتن که نه ما بستیم، متاسفم، ما میبندیم ساعت 5:30 روزای شنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه. And we're closed on Sunday یک شنبه و باز میکنیم ساعت 9:15 هر روز. خب Monday 9:15 5:30. Tuesday 9:15 5:30. Wednesday 9:15 12:30. Thursday 9:15 5:30. Friday 9:15 5:30. Saturday 9:15 12:30. Sunday closed. خب Are you open? Yes we are. بله بازیم. No sorry متاسفم. We are closed. تعطیلیم. We open باز میکنیم at هر ساعتی یا we close at هر ساعتی. روزهای هفته یادتون باشه با on Monday, on Wednesday, on Saturday. هم تلفظ ماندی درسته، هم ماندی، هم ونزدی درسته، هم ونزدی. Saturday. Very good. خب روزهای هفته رو داشته باشیم. بگید Monday دوشنبه. Monday دوشنبه. Tuesday سه‌شنبه. Wednesday چهارشنبه. Thursday پنجشنبه. Friday جمعه. Saturday شنبه و Sunday یک شنبه. خب با دو تا تلفظ بریم بدون ترجمه. Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday. That's it. خب بری مکالمه بعدی at the station در ایستگاه. بین آقا هست و پورتر که حالا همون به قول معروف کسی که توی چیز کار میکنه، توی اون قسمتی که در مترو هست، حالا هرچی هست. بریم مکالمه رو داشته باشیم. 1 2 3.
When do the trains leave for London, please? Trains for London? So, they leave at 10 minutes past every hour and 20 minutes to every hour. آقا میگه که کی آیا این قطار ترک میکنه لندن رو لطفا. و اون آقای پورتر یا اون کسی که اونجا کار میکنه اون قسمت هست که حالا میرن سوال میپرسن از اون، به اون میگن پورتر. راهنما میگن. حالا ترجمهش کار ندارم، ولی خب بدونید که پورتر یک کسیه که اونجا کمک میکنه، اطلاعات میده. Trains for London، قطاری که برای لندنه. قربان. They leave at 10 minutes past every hour. اونا ترک میکنن در هر 10 دقیقه. Past every hour، هر 10 دقیقه، حالا در ساعت. At 10 minutes past every hour. And 20 minutes to every hour. و حالا هر 20 دقیقه to every hour، هر 20 دقیقه به اون معروف یک ساعت، یا هر ساعت 20 دقیقه ترک میکنه. 10 past and 22. And when do they arrive in London? و کی آیا اونا میرسن لندن؟ حالا کی میرسن؟ They arrive in London at 5 minutes to every hour and 25 minutes past every hour. This train will at 10:10 and it'll arrive in London at 10:55. مشخصه. And arrive in London at 10:55. Thank you. میشه داشت با خودش فکر میکنم arrive in London at 10:55. Thank you. And the next train will leave at 10:40. Next train will leave at 10:40. خب اینم که مشخصه. طور بعدی ترک میکنه ساعت 10 و 10:40. 40 دقیقه. خب بریم دیگه چی داریم؟ one train 1 minute 2 train. اینجا میخوام بگیم که بهتون دوستان برای جمع شدن کافیه اس اضافه کنید. 2 train no 2 trains 1 train yes 1 minute yes 2 minute no 2 minutes دقیقه. 2 trains yes 2 minutes exactly. When do the trains leave for? When do the trains arrive in? کی ترک میکنه با leave for بگین، کی میرسه با arrive in بگید. 10 minutes past 22. Trains leave for London at 10 past every hour. Trains arrive in London at 20, for example, every hour. Trains to London. خب اینم که مشخص چیز خاصی نداره. When will the train leave? It's 10 o'clock now. This train will leave at 10:10. The next train will leave at 10:40. اینم مشخصه. و مخفف it will دوستان در خصوص آینده بخواید صحبت کنید it will هستش. خب خلاصه رو داشته باشیم. خلاصه درس. When do you close? کی میبندین. When do you close? We close at 12:30. When do the trains leave? They leave at 10 past. When will this train leave? کی این قطار ترک خواهد رفت حرکت میکنه. من تا جایی که میشه ترجمه نمی کنم، چون همونطور که گفتم ترجمه زیاد خوب نیست، فقط درکش رو که داشته باشین that's enough. چون قراره شما توی انگلیسی صحبت کردن تو نمیخواد فارسی به طرف بفهمونید، برای همین هستش که نیازی نیستش که خیلی ترجمه رو خودتون بفهمین that's enough کافیه. برای همین اگه دقت کرده باشین یه جاهایی من نیومدم حالا تا جایی که تونستم تحت لفظی ترجمه کردم که جا بیفته، ولی جاهای دیگه ترجمه نکردم که اصلا گیج نشید. همین که درک کرده باشید فهمیده باشید that's enough. حالا اگه نفهمید جایی سوالی بود میتونید از من بپرسید توی نظرات که بیشتر بازش کنم براتون. When will the next train leave? At 10:55. It'll leave at 10:40. When do the trains leave for London? Trains for London leave at 10 o'clock. Trains leave at 10 past every hour and 22 every hour. Trains leave at 10 past and 22. خب یک مروری بود انگار برای تمام مطالبی که تا
اینجا یاد گرفتیم. خب امیدوارم که از درس امروز هم لذت برده باشید. دوستان لطفا ما رو حمایت کنید، نظر بذارید، لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید. این دوره ادامه دار خواهد بود و امیدوارم که اتفاقات خوبی براتون بیفته. افشار والا هستم و امیدوارم که از این کلیپ لذت برده باشید. ارادتمند شما. تا درس بعد. cheerio.